برام یک تعداد که چه رقم که اوریا صاحب مشوره کرد و یک کمیسیون خاص بر از باز میشنن. ما کمیسیونات داریم، اونا در مورد صحبت میکنه. یک گپایی که آزاد است و چقدر کار کردی و چقدر نکردی و چقدر ضعیفی کردی و کجا را گرفتی و نکردی، اون را خود یک گپی است که اون نه مطبوعات پت میمونه و نه ملت و نه مردم در هر ولایت حال مطبوعات است اونا را پت نمیمونه. این یک چیز واضح است. بله. و در این شک نیست که در افغانستان خود در این اندازه امنیت و اردوی ما نرسیده که مثل اردوی دیگر ها باشه یا ایسای پاکستان واره باشه. حالا ما ایسای پاکستان هم گپایش پت نمیمونه. میبینی که هر روز در فیسبوک انداختن، در یک چیز انداختن، در دیگر چیز انداختن، از اونا هم پت نمیمونه. سیاست از اونا هم افشا شده، سیاست امریکایی هم افشا شده که هر کار را که میکنه هیچ گپ حال چیزای سیستم پیشرفته شده هر گپ افشا میشه تیزتر. و الحمدلله الان امنیت افغانستان بهتر است، موضوع استخبارات افغانستان بهتر است، خیلی رازایشان پت. مسئولین امنیتی از سوی مجلس نمایندگان فراخوانده شد و گزارش از این مسئولان خواسته شد و چی دلیل همین قناعت مجلس نمایندگان را حاصل نکردند؟ یعنی دلیل در چی بود؟ در آخر جلسه این مسئله مطرح شد. در آخر جلسه خود است که یک اندازه در اردوی ما شما مشکلات است که در یک جای اگر از 500 نفر آشه و باطه میگیرن اونجا کلش 200 نفر است یا 150 نفر است. یا وقتی که از 500 نفر آشه و باطه یک جای روی میکنه یا از 1000 نفر اونجا چرا 200 300 نفر میباشه. به این خاطر قناعت وکیل صاحب حاصل نشد. و موضوع دیگه است که در پلیس هم همچنان اگر یک جای در یک ولسوالی یا در یک ولایت و یک لگ لیتر تیل آشه از با میشه، موتر از با به تیل میمونه یا رنجر از یا تانگ از با به تیل میمونه، در اونجا باز ببین که کل ازی به 30,000 لیتر تیل است. زیاد وکیل صاحبات میگه افسرشان اعتراض داشت که حال در یک ولسوالی تشکیل پلیس 160 نفر است یا 360 نفر است، در اونجا برو کلش 50 نفر نیست. باید هر قدر که آشه و باطه میگیرن یا در هر ولسوالی که پلیس یا اردو میباشد باید هم قدر تعداد سربازا هم قدر باشه، چیزی که در تشکیلشون است. بله سپاس. به این خاطر دیگه اونا وکیل صاحبا را قناعتشون است. سپاسگزارم آقای اوریا. همواره مسئولین امنیتی از سوی مجلس نمایندگان فراخوانده شد و وعده های از طرف این مسئولین امنیتی برای مجلس نمایندگان داده شد و شما میدونین که بعد شام آنچه که بر مجلس نمایندگان وعده داده بود عملی نشد. مشکل اصلی در این 3 وزارتخانه و 2 وزارتخانه و 1 ریاست امنیت ملی چی بوده که تا هنوز این مسئله؟ خب ما مشکلات بسیار فراوانی را فرارای قوت‌های مسلح خود می‌بینیم همه روزه. یعنی قوت‌های مسلح افغانستان با چندین جناح در نبرد است. یکی در نبود رهبری بسیار سالم در دستگاه دولت افغانستان که اینا بتانن با دلسوزی کامل ای سربکف بودن و ای قربانی های بزرگ فرزندان صدیق از این وطن را که به خاطر عزت، شرف و ناموس مردم افغانستان از جان، از خون، از همه چیز خود گذاشتن، از خانواده خود در یک سنگر نابرابر در برابر ای هیولای وحشت تروریسم که جهان را امروز فشار میده و در رقبه از او قدرت های بسیار عظیم بین المللی قرار داره. ما این جوانای ما با یک سلاح بسیار عادی و دست 2 3 که از هنگری و کجا قوت‌های مسلح ما به خاطر که دزدی کرده بتانن وزیرای شیعی گپا قراردادهای نابرابر را اجرا کردن و سلاح‌های نامناسب به دست جوانای ما دادن که اینا درست جنگیده نمیتونن، یا مثلا قوت‌های بین المللی که به ظاهر و به حیث دوست افغانستان خود معرفی میکنن، دوستای استراتژیک، اولین کاری که کردن قوت‌های مسلح نیرومند افغانستان که در این منطقه اصلا کسی توانایی بر رویارویی را با اون نداشت، او را کبال کردن، تانکایش فروختن، طیارایش فروختن، سلاحایش قاچاق کردن تا سودان، تا کجا از میدان هوایی بگرام قاچاق سلاح جریان داشت به سودان، از اونجا به افریقا سلاح داده میشد، سلاح اردوی افغانستان، سلاح قوت‌های مسلح افغانستان. شما فکر کنین اردویی که در حدود 700 یا بیشتر از این دارای قوت‌های هوایی بود، یعنی صنف‌های مختلف است،
از ترانسپورت هوایی نظامی گرفته تا تیارهای بمباردمان، جتای کشف دیگه پا، کلی از اینا راسته جمع همین کسایی که ادعای وطن و حب وطن من الایمان میکردن. کیا بودن آقای اوریا؟ خب این کسایی است که آمدن از پاکستان آمدن دیگه، اینا روشن است گپشان. اینا کلشان اردو را اصطلاحایش گرفتن فروختن به خارج. فکر کنین اردویی که به قیمت 400 تا 500 میلیارد دلار زیر اتحاد شوروی در افغانستان ساخته شده بود، این را تاراج کردن. پشت سر ازی قوت‌های زمینی در حدود 7000 وسیله زیرهی و غیر زیرهی ما ارادجات نظامی داشتیم در قوت‌های مسلح خود. ما می‌بینیم که امروز بسیار چیز اندک از این باقی مانده و او هم اگر مانده بسیار تخریب شده است. ما سر از این گپ می‌زنیم که پارلمان ما که چشم امید وطن ماست، صدای ملت افغان از پارلمان بلند میشه. این تا به حال پلان داده نمیتونه که بگه چرا فرماندهی واحد مرکزی ساخته نمیشه، چرا به یک دستور امنیت، پلیس و داخله هماهنگ عمل نمیکنن. برای که هر کدامی از این یک قوت علیحده است، با هر کدامی از این هر قماندان خودسر در هر جایی که است خود پادشاهی افغانستان فکر میکنه، خودسرانه عمل میکنه. کشوری که 352 یا 353 هزار قوت‌های مسلح داره و هیچ ضرورت حتی به یک خارجی نداره که در کشورش باشه. تجهیزات از هر جایی که مناسب است میتونه دولت افغانستان به دست بیاره، یا به قرض یا به مساعدت. این پارلمان کمک میکنه، پارلمان کمک هم کرده. تقریبا هیئتی که به فدراسیون روسیه رفته متوجه ساخته دولت روسیه را که بر افغانستان باید کمک بکنن و چون میفهمه پارلمان که تجربه تاریخی داره، صدای مردم افغانستان سوجه پد کده نمیتونه که یگانه کشوری که در تاریخ برای ما اردو ساخته و قوت‌های مسلح ساخته اتحاد شوروی است و امروز روسیه هم این توانمندی را داره که ما باید دیره چی کنیم. پارلمان باید سه مسئول قوت‌های مسلح را به این نقطه باید توجهش معطوف میکرد که شما مکلف به حمایت از منافع دائمی مردم افغانستان هستید. تو وزیر دفاع پاکستانی نیستی در اینجا که آمدی ششتی، تو وزیر دفاع امریکایی و بریتانیایی نیستی، تو اولاد از این وطن هستی. باید منافع دائمی، عزت، شرف و ناموس مردم افغانستان است که منافع دائمی است که در کجا مسئول است او را باید جستجو کنی و اردوی ما را مجهز کنیم. این جنگ است که ما با قوت بازوی جوان خود، با قوت بازوی نیروهای مسلح خود، به اصطلاح جانفشانی و ایثار و فداکاریش ایمان داریم و مطمئن هستیم که امنیت از این کشور گرفته میتونن و بعد سر شرایط بعدیش هم صحبت میکنیم. تشکر آقای اوریا. در اینجا در اینجا شما میدونین که آقای معصوم سانکزی از مجلس نمایندگان رای نگرفت و این تا به حال وزیر به عنوان وزیر سرپرست در وزارت دفاع ایفای وظیفه میکنه. پس آیا توانایی بر مجلس نمایندگان معلوم بود که آقای سانکزی مدیریت قوی نداشت و مجلس نمایندگان همچنان رای اعتماد به این وزیر ندادن؟ پس در اینجا صحبت‌هایی را شما مجلس نمایندگان چرا مطرح نکردن در این مورد؟ در این مورد خطر است که صلاحیت پارلمان نیست که رای بده و کسی رای نده و رای که ندادن حالا مربوط به ریاست جمهوری میشه که از 2 ماه باید قانون میگه که از 2 ماه پیشتر یا ولی چرا تا هنوز پارلمان در این مورد پارلمان بسیار گپ گفتن. این موضوع یک تا دیگه وزیر بر ما معرفی کنه و ما را رای بدیم و رئیس جمهور را سرپرست نگاه کرده و مربوط به رئیس جمهور میشه. آقای کرزی هم بسیار لوی سرندوال 4 سال غیر قانونی سرپرست نگاه کرده، دیگه وزیرا را هم نگاه کرده، ایران نگاه کرده. با بودن همچو وزیر سرپرست میتونیم که امنیت در افغانستان تامین بکنیم؟ ما نه، خب بهتر است، حالا از نسبت به دیگه سالا کرده بهتر است، کار روان است. و از دیگه طرف موضوع اروسا را جناب بزرگوار ما پیشنهاد کردن. اینطور است که از ما نه دوست ما امریکاست، من خود آدمی هستم که مجاهد هستم، نه امریکایی را خوش دارم، نه بریتانیایی را، نه ایسای پاکستان را، نه اروسا را. کل از یار مخالف شما هستم و همین وطن اصلی اروسا خراب کردن. ما را از تانگ شام تیر، ما را از توپ شام تیر. یک دفعه وقتی که در افغانستان انقلاب شد، مجاهدین هم کامد یک اندازه که شروع کردن
اگر ما بگیم که وا کار خوب کردن و حکومت کردن نتونستن، همون دشمنای وطن از هر طرف یک تعداد رهبرای ما فروخته شدگی شده بود. بعد از اگر هیچ یاد نداشتن از ترکیه یاد میگرفتن، از ایران، از شیخای ایران یاد میگرفتن، یک حکومت میکردن که وضعیت به این رقم نمیشد. از وام شالیدن. این چیز واضح است و حقیقت خود جنگ خزمون طرف خلقی و پرچمی و روس آمدن سردار داود خان کودتا کردن. عالمی است که افغانستان هاو برده. هیچ کسی نیست که پس روی یا به دور بده. اگر هست همون مرد که هست مرا نشان بده. بازم میگه از دو چشم کور کرده یک چشم بینام بهتر از خوب است. حالا همین وضعیت همین خلقی و پرچمی که همین روسا دمی جای کرد وام دوستمانه است. ببین چند وقت پیش اعلام کردن که ما با طالبا کمک میکنیم. چرا با حکومت افغانستان، با حکومت مرکزی افغانستان که یک حکومت در سطح دنیا شناخته شدگی است و بین المللی را شناخته، به اینا کمک نمیکنه. خب نه وام دوستمانه است که اونا به طالب کمک میکنن. ما هر کسی که سر خاک ما تعرض کنه، اگه او داعش باشه یا طالب باشه، باید ما از خاک خود دفاع کنیم، از ناموس خود دفاع کنیم، از منافع ملک خود دفاع کنیم. در این شک نیست. و موضوع دیگه است که او وزیرا سرپرست می باشه یا رای میگیره یا نمیگیره، او را چقدر وقت نگاه میکنه، او رو باز که رئیس صاحب جمهور صحبت کنه. ما وکیل صاحبا میفهمیدیم که توان کار نداشت، رای نداده میشه. همین مسئله را میخواستیم بگیم که از سوی مجلس نمایندگان رای نگرفت و رای رد گرفت از سوی مجلس نمایندگان. پس چرا تا هنوز باقی مانده؟ باید مجلس نمایندگان فشار میورد بالای حکومت تا اینکه خب بالای حکومت که طور است که ما چند بار با رئیس جمهور صحبت کردیم، رئیس پارلمان در مطبوعات برش گفت ما و خود از اونا با اینا صحبت کردن که وزیر دفاع تکتلوی سرنولی بر ما معرفی کن از داخل تالار رای بگیره تا که یک وزیر دفاع ما داشته باشیم. و اونا که نمیکنن مربوط این گپ میشه برای صاحب جمهور به حکومت افغانستان، نه به وکیلای پارلمان. سپاسگزارم. آقای اوریا، برای رای حل وضعیت فعلی افغانستان پیشنهاد شما چی است؟ رای حل یکی خود من اشاره میکنم برای جناب وکیل صاحب که روابط افغانستان از دیدگاه تنظیم و حزب و شخصیت ها و اینا نمیشه. روابط افغانستان بر بنیاد منافع دائمی مردمش صورت میگیره. اگر به نفع من کدام تنظیم نبود یا کدام کشور نبود، من حق نداره میره سر ملت خود تحمیل بکنم. اما در مورد ساختن اردوی افغانستان هیچ کس نمیتونه که یک حرف بگوید که این ساخت شوروی بود و برای افغانستان از 400 تا 500 میلیارد دلار یک اردو ساختن که این تابال امریکا که شخص یادگاری هم گرفته نمیتونه. توجه کردین؟ شما تابال یک 20 تا هلیکوپتر ندارین، در حالی که در اون وقت 700 دانه شما تیارهای مختلف داشتین. این حرف خوشبینی شخصی نیست، منافع وطن ما مطرح است. آمدیم سر از این که ما کسی را خوب ببینیم نبینیم، اینه به جایش میگذاریم. این ما را تباه کرده. ما فقط مردم خود باید خوب ببینیم، این را دوست داشته باشیم و هیچ کشور دنیا را ما حق نداریم بد ببینیم. هر کس از خود منافع داره، ما منافع داریم، ما منافع خود میسازیم. سوالتان برای راه حل مسئله کنونی افغانستان، یک، ساختن نظام، چنگ انداختن مستقیم به قانون اساسی، فراغ قانونی، نه پارلمان حق داره حرکت بکنه، نه رئیس جمهور حق داره حرکت بکنه، نه کدام گروه سیاسی. برای قوت‌های مسلح افغانستان به اسرع وقت ایجاد فرماندهی واحد مرکزی، تقویت وزارت امور امنیت ملی، همین استخبارات افغانستان که فوق العاده مهم است. ما دیروز آیسای بازیچی استخبارات افغانستان بود، ما با این سطح قرار داشتیم و علیه از او جنگیدیم که باز که مزدور پاکستان شود که شد متاسفانه. سپاسگزارم. ما این سوالات خود باید حل کنیم. قوت‌های مسلح خود وارد فرماندهی واحد مرکزی بشه، طوری که جناب ما رئیس جمهور به ملت وعده داد که من سرقماندانی اعلی را دوباره احیا میکنم و فرماندهی واحد در اونجا ساخته میشه که از اونجا همه قوت‌ها یکسان عمل کنن، هماهنگ عمل کنن تا تلفات و دوم مسئله ای است از این آقایانی را که برش ما اینقدر آدم کشتیم، وطن خود خراب کردیم، اینقدر برش به سازش رسیدیم، برش اینقدر دنبک زدیم، ازشان تقاضا کنیم که به اسرع وقت لااقل 50% اردوی سابقه برای ما بسازیم که ما شما را دوست خطاب کنیم. غیر از اون دوستی چیستین؟ به همه چیز باید سپاسگزارم آقای اوریا. سپاسگزارم. علاء گل مجاهد
رضایی عضو مجلس نمایندگان، همچنان اکبر اوریا آگاه امور سیاسی از این که در برنامه تشریف آوردین سپاسگزار هستم. بینندگان عزیز، برنامه در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و توانا میسپارم. موفق و سرفراز و کامیاب باشید.